دوستان عزیز، مناره را که میبینین مناره مسجد بلند خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم است دیگه. ما هم دوستان عزیز آمدیم و در کوارتر 4 شهر کابل هستیم دیگه. همونطور قدم زنه میریم سلو که بریم به پیش، منتظر ویدیوهای بیشتر از کوارتر 4 شهر کابل همچنین دوستان عزیز. اینجا مسئله است. خوب دوستان، نهایت گرامی همونطور سلو به پیش میریم دیگه. برج سلطانی مشهورترین و بزرگترین و بلندترین برج در کوارتر 4 میبینین. البته دوستان عزیز یک دو آپارتمان دیگه هم هست در سرک پایین، سرک عمومی کوارتر 4 که میگنشه که او هم خوب است. سلام عزیزان دل، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی و خوشی به پیش بره. دوستان عزیز، مناره را که میبینین مناره مسجد بلند خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم است دیگه. ما هم دوستان عزیز آمدیم و در کوارتر 4 شهر کابل هستیم دیگه. همونطور قدم زنه میریم سلو که بریم به پیش، منتظر ویدیوهای بیشتر از کوارتر 4 شهر کابل همچنین دوستان عزیز باشیم. کوارتر 4 دوستان عزیز یکی از مناطق محبوب، مشهور و عالی کابل است که منطقه کاملا مسکونی هست که دیگه یکی از منطقه های که همون یکی بگوییم بهتر است، یکی از منطقه های لوکس و لاکچری شهر کابل یا تجملاتی به فارسیش اگه بگوییم در کابل است دوستان عزیز، که قیمت خانه ها همچنان دریجه بلند است و البته یک منطقه زیبای شهر کابل همچنان به حساب میره، چون که از تک خانه هایش تا تک آپارتمان هایش به سویه بسیار بالا و زیبای آباد شده. مثل از این آپارتمان که ببینین. حالا پیشتر برین دوستان عزیز دیگرایشون براتون نشان میتم دیگه. دوستان عزیز قسم در تصویر میبینین پاییز است و خزان برگریزان میگنشه. برجا رو ببینین دوستان عزیز، برج سلطانی از این میجوانه معلوم میشه. اینجا دوستان عزیز هنوز اولای کوارتر 4 است، یا بهتر بگوییم دیگه سرک دارالمان تازه دور خورده مقدر چیزه نیز. پیشتر بریم زیبایی کوارتر 4 زیادتر میبینین. البته منتظر دیگه ویدیوها هم باشین دوستان عزیز. در کوارتر 4 از پل سرخ، 4 راهی پل سرخ بیننده باشین. ویدیوهایشان انشالله نشر خواهد شد. آب انار بینین، آب انار دوستان عزیز، آب انار خالص همیشه بهار، خالص جوس مانده فروشنده شام زبیر افضلی هست. اون سلایس هم دیگه به کار خود آغاز کرده دوستان عزیز، و نان و از این چیزها رو دیگه آورده کم. سلایس هم یکی از رستورانت های مشهور و محبوب کوارتر 4 از دوستان. اینجا مسئله است. طرفان دوستان عزیز رستورانت گلکسی و همچنان کفتریا هست، رستوران مشهور و زیبای شهر کابل
این کو طرف سرک تیر شم که درست سر دوستان عزیز براتون نشانشان باتون. مشغولتر نزنیم ما را دوستا. این زمستان هم دیگه حیبی شدن، جنجال خدا زی خودتون میفهمید. اونو برج سلطانی دوستان عزیز و یعنی هم رستوران گلکسی و کفتریا هر دو آپارتمان دو پهلو در پهلو قرار دارن. بالا آپارتمان های مسکونی است، پایین هم رستوران ها. ببخشید دوستان عزیز، یکیش بخاراست، من فکر کنم چیزی گفتم. یکی رستوران بخاراست و یکی هم رستوران گلکسی. خوب دوستان، نهایت گرامی همونطور سلو در پیش میریم. دیگه برج سلطانی مشهورترین و بزرگترین و بلندترین برج در کارته 4 میبینین. البته دوستان عزیز یک دو آپارتمان دیگه هم هست در سرک پایین، سرک عمومی کارته 4 که میگنشه، او هم خوب است. اما به اندازه برج سلطانی دیگه فکر نکنم مشهور و زیبا و بلند و بزرگ باشن. بازم از بهترین است. البته دوستان عزیز منتظر ویدیوی داخل از این کوچه هم باشین که داخل از این کوچه میریم و از داخل کارته 4 دیدن میکنیم موتورسایکل چقدر صدا داشت. بیچاره‌ام نمیشه. برج سلطانی هم دوستان عزیز از جمله بزرگترین و زیباترین برج‌های کابل است. بزرگترین از جمله دوستان عزیز، بلندترین و بهترینش به نظر من برج محب تاور البته در مکرویان سوم هست، در بازار مکرویان سوم قرار داره. او باز بیخی زیبا و عالی هست، بلند است و او باز نازکک است، بلند است اما بسیار یا خوب است. تقریبا 2 4 6 8 10 12 14 یا 15 منزل داره دوستان. برجا دیگه تقریبا بالای 50 60 منزل می داشته باشه، اما بازم دیگه چون افغانستان از او برجا و آسمان خراشا نداره، به همینا برج میگن. میام از نگاهش. این نامزی الواحد هایپر مارکت است نام خود تاور عمل واحد از دوستا. در هم موتر فروشی برادران سخا هست. باید تو آدم های دوستان عزیز خودتان در کومنت یک چیز نوشته کنین. از زبان ما دیگه یک میاره چیز بگویم. یک موتورسایکل بوگاتی و لامبورگینی هم نیست، اما یک سلنسر در سلنسر چیزای نصب میکنن که آلودگی صوتی از اون دنیا رو چی که جایی که مسرک رک میگردن تکان میده. موتورسایکل نباید اونو قدر صدا داشته باشه، چی ضرورت خوب دوستان عزیز، امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همه تانه به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.